چگونه خونه تحول میاره و دین رو همه میخوایم دیندار بشیم، ذریتمون دیندار بشه، اولاد و همشهری ها و نسل هایمون دیندار بشن. اما الله تعالی برای دینداری یک روشی رو گذاشته، اون همون روشی است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد. برای تلاشه، همه سروران در همین مورد دارن تلاش میکنن که به اون جایگاه برسن. علما به همون روال، به همون مسیر دارن میرن، مجاهدین به همون مسیر میرن، دعوتگران به همون مسیر میرن و همه میخوان اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بکنن، تمرین میکنن. حاج عبدالوهاب خدا رحمت بکنه میفرمودن آنچه که میکنیم هرگز کافی نیست که صبح بیدار شدیم بیان کردیم، بعد تو مشوره نشستیم، بعد رفتیم هدایات بیان کردیم، بعد هدایات، اون زمان هدایات هر دو تا رو خود اجساد صحبت میکرد. این کافی نیست، بلکه برای این الله عز و جل به ما حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو نمونه و الگو قرار داده که ما از ایشون اتباع بکنیم. چگونه ایشون صبحش چگونه بود، شامگاهش چگونه بود، امام الانبیاء ظاهرش چگونه بود، باطنش قلب مبارکش چگونه بود.